سلام علیکم. و علیکم السلام. من در پخش زنده هستم. بله، در پخش مستقیم اوید موضوع اگر سخن داشته باشیم میشنویم شما رو. درباره همین چاپلوسا بله بله، موضوع چاپلوسا. همین سر برنامه کمتر همون سخنهای چاپلوسای موندی. همین سر ویرون شد برادر. تو بخشش همین چاق ما بخشش میپرسم ای نفرای بینندهایی که قهرتون میکنه، غضبتون میکنه اویدی چاپلوسا، ما موضوع ما میاد اینا، ما دیگه نمیتونم دیگه خیلیش کنم یا که برای شما ایشا نگم اوشا نگم. نه برادر، 100% آفرین. با گفتم برادر، در نواری نو گریه عبدالرحیم کریم گفتم که کسایی که عصبتون خرابه تماشا نکنه که گریه میکنه که در برابرشو گریه میکنه یا که یک دولیم تو نورداره بلند نشوه. من برادر، من خودم همین سخنهای و همین چاپلوسه طاقت گوش کردن ندارم برادر. رنگ خودم مجبور خدشون گپ میزنم مجبور. موضوع همین اکی برادر، همو چی گم، همو جامعه انده مثال اگر همین چاپلوس که بسیار باشد، همین دولت یک نه همین اپرمیر دولت انده چاپلوس زیاد شود، همو حکومت همین دیکتاتور شده استفاده میگیرد، یکون خیلی تغییرات نمیشد برادر. بله بله، انمی لگن برداران که همین اومالیت در سر قدرت میمونن، این طرف میبرنش بیا اون طرف میبرنش بیا. آفرین برادر، پدر و مادر آفرین. وقتی که همین کدام همین همسایه همین دولتی همسایه نگاه کن، مثال همین دور نمیریم همین قرقیز ها، همین قرقیزان در لگندر بردار و همین چاپلوس و همین خودم خبراش نیست برادر. بله، قرقیزان ما تعریف کنم چند بار که واقعا مردمی بدارن، رنگ ما خون نیستن. اگه قرقیزان در همین چاپلوس نیست، برای همین همه حکومت یکون خیلی دیکتاتوری شدن نمیتونه. این ما گریه میکند، میگود ای امام علی تو برای پیش پدر مادرت گریه کن، مرگ به تو باید همین انسان ها. بیند گفتنی بسیار دارم برادر. خب خداحافظ برادر که نشد همین لایک ها ده همین میبینم لایک هم سرم ویرون میشه برادر ها، همین که گوش میکنید همین لایک گذارید، پدلیت کنید، نشر کنید برادر ها، همین دستگیری کنید این برادر ها. دیگه مردم رو میفهمه انشالله برادر گپاره نیاز به گفتن نیست. میفهمد میدارد همین گوش کرده میستد، آخر 1,500 آدم تماشا دارد، 800 لایک خود نمیدونم، 1 ساعت بازی زنگ میزنم بود نمیدونم چقدر زیاد شد. خب همین برادر موضوع خوب است و همین درباره همین برادر همین متحد شدن کمتر با صحبت کنید برادر. با موضوع چه داره؟ با این موضوع چه داره؟ من راستی موضوع علاهیده گفته یه خودت اتحاد. یک همین خواهشی ما مهاجران همین که همین درباره متحد شدن بسیار گپ زنید که وحدت برادرها همین کامنتاری ها به برادر می نویسد همین محلچی همین ملتچگی بسیار میکنه، سران ویرون میشه. بله درست نیست برادرها همین باید متحد شدن دکار. وقتی که همین قرقیزا همین برادر قرقیزا میگود که همین قرقیزا دو خشای میگود، باز من همین درباره قرقیزای تاجیکا کمتر گوم همین کمتر صحبت میکنم، میبرم میرم برادر. مختصرش بگی برادر. خیلی کرات که میکنم قرقیز، این قرقیز انده دو خش نیست، قرقیز انده فقط محلچگیش نیست، همین محلچگی نمیکند قرقیز، برای هوای محلچگیش نه، همش سرجم متحد. ما برادر تاجیکا دوخ داریم، فقط ما همین محلچی ملتچگی ها ما بسیار هست، برای هوای ما پراکنده. ما باید همین ملتچگی عیبان بردن دکو. نگوید همین من چی گم، من خوجندی، من کولوبی، من بدخشانی، نگوید همین گپا.
ما هم ما تاجیکستانی هستیم برادران. همین از برای الله، همین نزد الله اونده شاید همین نگوید همین گپاتون، همین گپا بسیار همین برادرای پراکنده میکنند. همین در کامنتاری ها فقط جنگ میگو تو این تو و این نگوید همین گپا. بله اینم جماعت در همین گپ خود یک چیرا بود کردی خاطی رسون میکنم داود محمد مرحمت گپ زنید. خوب گپ زن برادر جان. من مگر انت را خاموش کنم بعد گپ زنم. بخیر نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خدا باشید. خب خداحافظ. درباره جنگ در کامنتاری ها گفتیا که در همین اینترنت جنگ اطلاعاتی میگن برادر هموطنا 2015 وقتی که مبارزه بگیم که رنگ دیگر گرفت مبارزه آزادی خواه زیادتر حرکت کردن یا که مردم کمتر بیدار شد 2015 در حال وزارت کارهای داخله یک گروه تشکیل کرد به نام گروه اوانگارد پیشاهنگ یک گروه نامش هم خیلی ماند یا مخصوص برای اتاکه یا که مبارزه بردن بر ضد آزادی خواه یا که جنگ کردن در مقابل آزادی خواه مبارزه مخالفا گروه اوانگارد یک وظیفه گشت در داخل همین بود که همین عبارت به توضیح است میتینگ میکنن میتینگ های ساخته طرف میدان میرن یک وظیفه شون بود 2017 کمیته ورزش و سیاحی یا کمیته کار با جوانان و ورزش سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 2017 یک گروهی تشکیل کرد جوانان پیرو پیشوای ملت او گروه ای چی عبارت است اونها فقط کارشون وظیفه‌شون تبلیغ رحمانوف در داخل تاجیکستان تبلیغ رحمانوف مثلا صورت و بیرق فقط از صلح و وحدت از جنگ ایامو سالهای قبل یا پیش گپ میزنن در منطقه ها میرن سفر میکنن وظیفه او وظیفه اوانگارد این طرفه یا را میگن جنگ اطلاعاتی و یا به خاطر ایرا تشکیل کردن که ما هم قطعا لغلق کنه بشینیم اومالو جا کیف فیخچه بکنن یعنی با یو سر به سر بشین برای همین ما کم کم یارو برای چی ما ازدواج میکنم همین چوپلوسو را شما بعضیت میفهمید دیگه زنگ نزنن برای زنگ نزنن یا سو میگیرن یا ای پشتی من نون میخرن همین چوپلوسو میرن میدونین نه برزی دی ما گپ میزنن مینویسن یا که یک کاریگا میکنن یا ماهانه نمیدونم شاید 1,000 سومون بگیرن شاید که با اگر خشرو خوکش بشپن لگن برداری خشرو بکنن شاید تلفنشون پدر کبتن ایش هم امکان داره برای همین با اینو هیچ وقت سر به سر نشین این پیشنهادی ما در کامنتر در یک اونجا نه در آواز با یا گپ نزنین جا موقع نمر میدادگی نکنین این کار صاف نکنین یا هم بگن که ها بگوش پسندش نکن بهترین کاره